حالم از کاری که کردم با هم واقعا، یعنی به بزرگترین اشتباه زندگی می چالش تمام دعاغونم کرد. سلام به کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدین. قرار سخت‌ترین و خطرناکترین چالش رو براتون اجرا بکنم. توصیه میکنم به هیچ عنوان این کارو بدون مشاوره انجام ندین و ضرر زیان بسیاری براتون داره. قرار وزن من بین 105 تا 104 کاهش پیدا کنه، بین 10 تا 18 کیلو. هنوز متغیره و معلوم نیست. وزن‌کشی میکنیم و مشخص میکنیم. لطفاً کانال منو ساب بکنید، لایک کنید و توی کامنت ها بنویسید چقدر میتونم توی یک ماه کم بکنم. قراره توی یک ماه 18 کیلو کم بکنم و این کار از نظر پزشکی، از نظر مربیگری، از نظر بدنسازی کاملا خطرناکه. یادتون نره بریم وزن‌کشی کنیم و برگردیم. خب بچه، به خاطر کپی رایت مجبورم خودم صحبت بکنم، یادت ولاگ مانند باشه. اینجا وزنم 104 بود، نشونش دادم. بعد الان میخوام خودمو نشون بدم. این شکممه، قشنگ زدمش بیرون که خوب ببینینش، نگید چربی نداره. این پهلوم، ببخشید پشتم به شماست. الان دارم حریف چغه رو بعد بدم باشه. الان پشت کمرم، ببین چقدر توپلم. هدفت برای کسایی که ویدیو میبینن چیه؟ میخوام نشون بدم لاغر شدن راحته و اکثرا که نمیخوان لاغر بشن دنبال بهونه‌ن. یه چای دارم میخورم. چه کثیفه. خب اولش که مادم شروع کردم یکم دوچرخه زدم که یکم مثلا هوازی رفته باشم که بتونم مثلا یه تحرکی مثلا کرده باشم. الک این بطور خود چجور دارم پایدون میزنم. چطور نرید خوری دیوار، آرومتر نکشیمون. اولشه نمیفهمم، حالا وایسا ببین چجور پوستم کنده میشه. اینجا هم که مثلا هه کردم، ببخشید آهنگ نمیذارم، خودم دارم صحبت میکنم چون کپی رایت نخوره. باشگاه همش آهنگ داشت. یه مقدارم تردمیل رفتم و اینجا هم باز هه کردم، باز دیپش اون چه خبرته چی رو به کل من نکشیمون. تو پارچم نیست. اینم از پشت بازو هالتر که دارم سبک میزنم. یا واقعا تو یک ماه میتونی 18 کیلو وزن کم کنی؟ توی 2 ماه و نیم تا 2 ماه تونستم. این سری میخوام توی یک ماه 18 کیلو کم کنم. هم پشت بازوه، 3 تا 12 تایی زدم دیگه. خلاصه دارم تلاش میکنم وزنمو کم کنم. اوایلش گرمم، ذوق دارم، نمیفهمم. یکم هم هیت رفتم، 4 تا 30 ثانیه، ببخشید 8 30 ثانیه، 8 30 ثانیه 2 درجا دارم همینجور میزنم. سوژه باشگاه شدم، هی تایمو نگاه میکنم تموم بشه بره. سیم کشی، پهلو سیم کش از پایین، 3 تا 100 تا هر طرف که جمعشون میشه هر طرف 300 تا، کلا 600. نگاه چون قدم کوتاه بود 2 تا گذاشتم که کامل بیام پایین. اصلا کلا اشتباه میزنم بچه، این کارا رو تو خونه اصلا انجام ندید. به عنوان یه تجربه دارم بهتون میگم. من الان مثلا شکمم و پهلوام کامل در اومده. این تغذیه و ورزش روی اعصاب و روحیت و کار تأثیری نمیذاره؟ نه نمیذاره. قبلا گرفتم مشکلی نداشته، فکر نکنم روی اعصاب و روانم تأثیری بذاره. روزانه 30 دقیقه تردمیل میرفتم رو شیب 6 سرعت 6. باز اومدم خودم رو وزن کنم. هیچ تغییری نمی کنید بچه ها، خودتون نه اینو ترازود. اینجا هم که رفتم دیگه کرفس بگیرم، قیمت چم زده، یه بسته برداشتم چون صفحه کردن ندارم. شستمشون، تخم مرغام انداختم، رفتم همون. چند درصد احتمال میدی نشه؟ اگه ویدیو پخش بشه یعنی که چالش با موفقیت انجام شده، ولی باید ببینیم تا آخر ما چه چیزای پیش رومون داریم، چه اتفاقاتی قراره بیفته و چقدر تونستیم کم کنیم. چون من اولین بار دارم توی یک ماه 18 کیلو میخوام کم کنم، شاید اصلا نشه، ولی اگه کلیپ داره پخش میشه یعنی وزن کم کردم اصولا. از همون اومدم بیرون بچه، با مارک پارس خزر حتما کرفتامونو آب میگیریم. تازه همون
یعنی من قراره این رو 30 روز بخورم. یه چیزی داره بچه، نه کنی اینجوری شوپ میده بیرون، شوپ میده بیرون. خب یه دونه این نبکنیم تو، برو تو. چونه دارم آب کرفسی خورم. ما یه لیوان آب کرفسمون رو گرفتیم. بچه ها خیلی اذیت شدم. خب اومدم یه بالا بخورم نتونستم. دارم سالفیش میکنم که خدا بره بخورم. خیلی توفاله داشت بچه. تست نکنید. چندش دوست نداشتم اینو نشونتون بدم ولی میدم بالا هم به خاطر سونوگرافی بوده تراشیدم. حجم چربی ها رو ببینید خودتون از نزدیک. واقع گرا باشم بهتره. هرچند به مادرم میگم ذره تخم مرغ نخور، میخورد. توی بار سومت از مکمل یا چربی سوز هم استفاده میکنی؟ اصلا نه ابدا، نه از چربی سوز میخوام استفاده کنم نه از مکمل. میخوام از آب کرفس، رژیم سخت، دمنوش و سفیده تخم مرغ استفاده کنم. کلا من سفیده میخورم، مامانم ذره تخم مرغ. هرچی بهش میگفتم نخور. اینجا هم به خاطر کپی رایت مجبورم خودم بخونم. بعد مستی دم دارن ارور هستی دم میگم دم دیگه خودتون مثلا سرچش کنن رو زب گوشش کنید. مثلا اینجا یعنی آهنگشو دی 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 دی. یه اسپرسو بدمزه خودم هم بوده که درستش کردم، اشتباه کردم، برام گرفته بودن، اصلا خوب نبود. بچه امروز روز اول رژیممه. کوپنم شد 2.11. حجم پنه خیلی به دردمون میخوره. خیلی سخته و خیلی گرسنمه ولی مجبورم سروش کنم. باشگاه گرون میری و وسایل پیشرفته ورزش میکنی؟ خیر یه باشگاه متوسط میخوام برم که اکثرا عموما میتونم برن. دمنوش هم همه چیش تو دم دست هست، تو خونه ها میتونید استفاده بکنید، خودتون درست کنید بخورید. آب کرفس هم خودم میگیرم. باز اینجا دارم یه آهنگ گوش میدم. تو پکلی لیلونا تو پکلی تو پکلی لیلونا نه 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 خودمونشون دادم دیدی نه 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 انگشتم آوردم بالا مثلا روز اول الکی مثلا یادم باشه. در مورد دمنوش میشه توضیح بدی و دمنوش چیه؟ یه دمنوشیه خودم کشفش کردم، راحت میتونی بدون ورزش هم وزن کم کنی. من این دمنوش و رازش رو داخل خود ویدیو یه جا میگم که شما هم یاد بگیرین دمت استفاده کنین بدون ورزش کاهش وزن پیدا کنین. بچه روز اولم تموم شد. نسبتاً گرسنمه ولی خب میتونم تحمل کنم و الان 1:11 تموم شده. الان ساعت 2:30 من دارم از کار میرم خونه دیگه. رفتیم تو 2:11. حالا 2:11 هم برنامه‌اشو میذارم. دوستتون دارم. اگه تا اینجا دارین کانال منو میبینین سابیاتون نره، لایک زنگوله بزنید چون قراره پوستم کنده بشه. کار خیلی سختی دارم انجام میدم. نمیدونم تا آخر میتونم انجام بدم یا نه ولی خب به خواست خودم بوده. یه بار میخوام تست بکنم ببینم میشه آدم توی یک ماه چنین حجمی از وزنشو کم بکنه یا نه. دوستات و اطرافیانت راجبت چی فکر میکنن؟ دوباری که لاغر شدم دوستام گفتم با قرصی چیزی لاغر شدی یا ساکشن کردی یا یه کاری کردی. این سری میخوام شوش کنم همه ببینن یاد بگیرن بتونن لاغر شن. هر کی میتونه از طریق چیزایی که انجام میدم یک کدوم رو برداره و وزن خودشو بیاره پایین. بچه دمنوشه رو من بعدا بهتون توضیح میدم. الان فقط نگاش کنید خیلی تاثیر داره ولی خب فشار خونتون رو میبره بالا. این ترکیب کرد. احتمال میدی کم بیاری تو این باز زمانی؟ آره راحته. من 3 بار تونستم وزن کم کنم. این بارم راحته. یکم سختی داره ولی میشه. دوستتون دارم. فعلا بریم بر روز دوم. به نظر دوستات اطمینان دارم بتونی؟ 100% راحته. همه‌شون میدونن. یعنی برای من لاغر شدن یه سوته. والا خدا شاهد. 2:11 اینجا دارم زیر بغل میزنم. شروع کردم دیگه امروز زیر بغل زدن دیگه. 3 تا 15 تا هر طرف بود یادمه. عرضم به حضورتون نگاه کن چه سیسی هم گرفتم. یکی نیست بگه قراره پاره شی بدبخت. پاره قراره بشی. دو نشون نده یعنی روز دوم پاره میشی تو. دهنت صاف میشه. به منظور واقعی چی؟ آره بابا بزن دلت خوشه بابا. بزن پاره شو. آره ادا اطفار در بیار.
اینجا هم مثلا دارم این لتر رو میرم چیه اینا دارم میرم مثلا یادم نیست، انقدر افسردم کرد که عدد 10-11 رو دارم باز تدوینش میکنم. اینجا 4 تا 12 تا بوده از جلو، 4 تا 12 تا هم دست جمع بوده. بعد از این قراره بزنم. خب اینم بعدش دست جمعه، 4 تا 12 تا باز زدم. بعد رفتم قایقی. یعنی چهره علی جم خیلی جالبه، یه جور داره نگاه میکنه میگه دیوونه است، داره اشتباه میزنه، بهش بگم بهش نگم. آقا من تو این ورزش خیلی اشتباه زدم و دارم خودم میگم. از دوستان مربیای عزیز اساتید واقعا معذرت خواهی میکنم. اینجا دارم قایقیه رو مثلا میزنم، فکر کنم با یه مقدار کشیده تر میمونم جلوتر. میگم خیلی اشتباه دارم، از همینجا از همه معذرت خواهی میکنم. یکی بچه‌ها دوربین رو برداشت داره، حواسم نبود، حالا فهمیدم که دوربین دستش داره من نزدیک. آیا دانیال میتونه وزن خودش توی یک مو کم کنه؟ آخه نمیتونه، کلیپو کنسل میکنه. اینم نشر خم بوده، 4 تا 15 تا بعد میزدم رو میز شیبدار. با تو رو خدا اصلا میگم روز دوم که بود اولش خیلی انرژی داری، خیلی حوصله داری، آخرش هی پشیمون میشی. اینم جلو بازو دمبل جفت دست بود. بعدش هم فکر کنم اینو داشتم، چکشی داشتم. بذار بریم جلوتر، بچه ها با آخر دارم بحث میکنم. باز همون فیلم برای دوربینه گرفت، الان چکشیه رو دارم میرم. باید خیلی بالا نباشم تا 90 میزدم، یادم الان خیلی دارم اشتباه میگم. روزای اول بود زیاد یادم نبود. بعد دوربینه کرد خشته. لاغر شدن سخته یا چاق شدن؟ لاغری و چاقی هر کدوم اصول خاص خودشو داره. مثلا لاغری باید یه جوری باشه که پوست نندازی، چاقی هم باید یه جوری باشه که اضافه وزنت بیهوده نباشه. برای همین یه سیستم خاص پلیتیک خودشو داره. من بدنمو شناخت کامل دارم. جلو بازو 4 تا 12 تا بود با هالتر، 5 گذاشتم، نشون دادم. باز روز دو بیا برو جمع کن ادا اطفارا چی هم واقعا مرد گنده ای، خجالت نمیکشی، لبخند چی میزنی؟ جان ویکی، دیوید کاپلفیلدی، نمیدونم کیه، بزن بعضیت بزن بابا. بابا روز اول اصلا تو غلط کردی، چالش گرفتی. کی به تو گفت چالش رو بگیری؟ بچه انقدر مزخرف و ریزش مو پیدا کردم، کلا افسردگی گرفتم، هزار تا بدبختی داشتم. اصلا دوست داشتم دیگه بذارمش، انقدر بهم فشار اومد. حالا نمیدونم چند تا هم زدم، الکی باز ادا در آوردم رفتم. چی شد؟ دستا در گرفت، نمیری جمونگ. خب میریم جلوتر. ول کردم رفتم، یادم واسه فیلم برداری دارم میکنم، رفتم کاماب بخورم. اینجا هم دارم سیم کششو میرم، اونم باز 4 تا 15 تا باید یکم آره دارم میزنم. یه کوچولو باید من فکرم نمیدونم درسته یا نه. میگم خیلی اشتباه داشتم، الان تازه متوجه شدم. الان سبکترش کردم مثلا که دارم مثلا چه زوری هم میزنه دستگاه سیمکش نترکه. آره همینجوری ادامه بدی یه چی میشی. هادی چوبان منتظر توئه که فقط باش کورس بندازی. آره برو گوشات. اینجا میخوام چی گویی بخوام. اینجا هیت روز دومم چیه؟ دارم ساعت نگاه میکنم، تایمو نگاه میکنم. 1 2 3 4 از اینا 1 2 3 4 از اینا. باز علی جمع اومد رد شد، دوستش هم الان اضاف میشه تو کات. نگاه اون بغل اومد گفت آره ما هم هستیم. اینا بگو علی جمع گفت ببر حوصله بچه رو ندارم، دوربین گرفت تو باشگاه. گفتم باید اگه خود راضی بشی من اینو میذارم. اینا هم گفت بذار اصلا کی برام مهمه، کی تو رو میبینه. اینو گفت. دادم همینجوری هیت رو میرم 8 تا 20 ثانیه، کم 30 ثانیه بود. اینجا باز دارم چه غلطی میکنم. اینجا دارم دمبل پهلو میرم. آره مصدوق شده بچه‌های حرکت من کلا، و این اشتباهاتی که من کردم باشه کل شکم و پهلوام مایچه بشن و الان مجبور شدم 1-2-3 ماه بعدش اصلا هیت نزنم، هیچ پهلو و شکم نزنم تا این مایچه هایی که الکی ساخته شدن از بین برن. نکنید این کارو. 3 تا یه اولی 100 تا، یعنی یک چپ یه راست میشد یه دونه. 100 تا بعدی 150 تا بعدی 200 تا زدم اینا دیگه. الان دارم دوربین رو نگاه میکنم، الان میبینم نه به در نمیخوره، کلم تو کات نیست، فقط
دارم غیر میدم. میام یکم دوربین میگیرم اینجا، یکم میارم بالا. بچه وسیله هیچی نداشتم، همین دوربین رو وسیله ها میذاشتم دیگه. حالا نگاه کن، دین 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 این غیر تو کمرم فراوونه، نمیدونم کجا بریزم. همینجا تو باشگاه جواد بریز. دیرین 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 دو زهر مار. دیرین 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 دیرین. خیلی خسته شدی؟ خب فقط گرفتم، بقیش خودم رفتم چون تایم ویدیو زیاد آقا نشه. هیچ وسیله‌ای برای نگهدارنده موبایل نیست. من معذرت خواهی میکنم دیگه اگر نوت تاثیر زیاده چیزا. دوستم که هنوز بهمون روز دومه. پشیمون شدم. مربی ما اون نشسته سری داره فیلم نگاه میکنه. خب اینجا هم دارم شکم میزنم، اسمش چیه؟ شکم کرانچه، نه میزنم. دارم دیشا واو بزن. آره یه دو هم باز زهر ما رو دو دارم باز دو نشون میدم، همینجوری دارم میزنم. به کجا خیره شدم؟ 3 تا 30 تا زدم بچه ها. بعدم پاجمه فکر کنم. خب اینجا هم پاجم 3 تا 30 تا زدم بچه. اگه میبینید مثلا تعداد قطع میکنم چون میخوام ویدیو تایم زیاد نگیره، وسطاش قطعش میکنم ولی 3 تا رو کامل میزنم. 3 تا 30 تا میزنم. یه اشتباه هم دارم، پام فکر کنم موقعی که خم میشدم باز میشد، با هم پا بسته باشه فکر کنم. دیگه باید کش و وسیله میگرفتم، نگرفتم. چته بابا بزن وزنتو به پاتو بزن دیگه. بابا کوب لعنتی الکی هذا فیل. حلوا زمانی به دهنت شیرین میاد که صاحبزا نباشی. این اصلا چه ربطی به دامیان داره؟ مگه برای اینستاگرام نیست؟ بچه ها روز دوم چالشم تمام شد. 2:11 تمام شد، رفتیم تو 3:11. الان ساعت حدوداً یه لحظه من اینجا بپیچم بچه ها. ساعت 2:10 کمه. بریم برای روز سوم ببینیم ما چند کیلو میتونیم کم کنیم. خدا کنه این چالش بتونم ادامه بدم. خیلی گرسنمه. ببینمتون. خداحافظ فعلا بچه‌ها. متاسفانه امروز سوم 3:11 من هنوز وقت نکردم برم باز کنم، ولی همچنان رژیمم دارم ادامه میدم. کل بدنم هم درد. گفتم در جریان باشید. 3:11 من از صبح تا حالا درگیر کار دادگام بودم. بعدم رفتم کارت آب بانکمو درست کردم. خوب بود. نمیدونم بزن نشون بدم کارت آب بانک جدیدم. ایناش کارت آب بانک جدیدمه 99 عرضم به حضورتون. ایناش 99. خب به من چه؟ و الان رفتم دون و خرید مغازه‌مو انجام بدم. اگه تونستم میرم باشه. خداحافظ. چند بار تا آران چاه و لاغر شدی؟ من همیشه این کاهش وزن بین 3 ماه تا 2 ماه و نیم انجام میدادم. اولین بار میخوام تو 1 ماه انجامش بدم. خیلی ها میگن سخت، نمیشه، داغون میشی، ولی من میخوام انجامش بدم، به خیلی ها ثابت بکنم میشه. برای همین اضافه وزن پیدا کردم. خودم رسیدم به 104 کیلو که باز وزنمو بیارم پایین. میشه انقدر گرسنمه و انقدر خستمه که 3:11 رو با این همه فشار کار از صبح تا الان بیرون بودم. الان ساعت 5:30 میخوام بخوابم تا 6:30 یه دوشی بگیرم بهش برم کافه. خیلی گرسنمه و خیلی داره بهم فشار میاد. نمیدونم، تحمل ندارم. خب اینجا هم دارم سینه دمبل میزنم، پرسینه دمبل میزنم. 3 تا 12 تا بود فکر کنم. آره 3 تا 12 تا بود. من دیگه وزنام روزهای اول سبک، آخرش یه مقدار سنگین میکنم. ولی خب یه اشتباهی که داشتم، چربی مایچم با هم دیگه سوخت، شکمم مایچه در آورد. اینجا هم داره اعداد هم یعنی خستمه، چون امروز واقعا اون روز خسته بودم. صبح درگیر ماشین و کارهای دادگام بودم. اصلا حوصله نشم بیام باشگاه دیگه، به زور دارم ورزش میکنم. اینجا هم میگم حوصله ندارم اینا.
ما به زور اومدم اینا ادا اطفار. بچه ها پشیمونم میگم، آره به خدا، آره چشام اونجوری دستم گذاشتم دور گردنم میگه پشیمون. آره حالت که کی بهت گفت چوب گرفتم بالا سره، هزار تا چیز ایده دیگه بود، خود مجبور شدی دیگه. یه صحنه خود بودی رعایه مریم خانم بود. ببین در حال برنج دهنت پاک کن بابا، جلو هزاران نفر تا الان تو لایو مشترک بین المللی هست. خیلی من یوتیوب هم و این خانم نشسته جلو من داره قرمه سبزی میخوره. الان داره عذاب بچه ها اینقدر خاکی رو زمین نشسته، گوشی وسط زمین. آخو روش جونه امروز 4 بهمن ماه، من یکی گفتم تولد گرفتم، دارم بدن گرم میکنم، اصلا موصلم ندارم و خیلی خستم، دوست ندارم تمرین کنم، بدن درد دارم، گرسنه‌ام شدیدن گرسنه‌ام. بچه هم بوس فرستادم. شاد خوبم خوبی تو؟ باشه روز 5 تعطیل بود، جمعه بود، 4 باشگاه رفتم به زور، امروزم 6. امروز روز 6/11/1403. من یکم بدنم کم بوده، پروتئین پیدا کردن خریدم، گفتم اینم به اشتراک بذارم و حال اینه دیگه مجبور شدم بچه ها بخرم دیگه، ببخشید بچه ها. امروز 6/11/1403. من دیروز ریشامو کات کردم، یکم به خودم رسیدم، تنبایی تو لباس دادم که مشخص بشه روزا، تاریخ هم میگم که هم خودم بدونم دارم چی کار میکنم، هم برنامه‌ریزی هم تنظیم باشه. تا الان زیاد سخت نبود واسم، یکم فقط گرسنگی اذیتم میکنه و یه مقدار پرخاشگر میشی، ولی خب ارزشو داره. میخوام ببینم تا آخر ما چند کیلو میتونم کم بکنم. دوستتون دارم، فعلا بریم تمرین بکنم. خبر بعدی دیگه هم دارم که اینترو کلیپ کامل نابود شد. امروز خب به من چه؟ امروز 6 شب 7 باز از اول بگیرم، مثل اینکه داشتم حافظه گوشیمو خالی میکردم پاک شد. بله پس اگر اینترو رو با ایریش دیدید بدونید از الان دارم میگیرمش، یعنی 6/11/1403 احتمالا 7/11 بگیرمش. من دارم میرم سمت باشگاه ساکم، گوشم تو باشگاه قهوه خوردم، شلوغ بودیم توسم فیلم بگیرم دیگه. دارم خب بچه امروز پا داشتم، رفتم پرس پا و زدم، کارهای پامو انجام دادم. بچه ها من چند روز کلا نذاشتم داخله، چون اگه میخواستم بذارم بالای 1 ساعت میشد و من چون اولین ویدیوم بود زیاد اطلاعات آنچنانی نداشتم، بلد نبودم آپلود بکنم و چیزا، اصلا نمیدونستم اولین ویدیوم باید چند دقیقه‌ای باشه دیگه. 30 دقیقه نصف 1 ساعت گذاشتمش، خیلی جاهاش استفاده نکردم، بعضی صحنه‌ها رو اصلا نگرفتم، بعضی صحنه‌ها به مرور زمان پاک شدن، اصلا چند روزش اصلا کلا نداشتم، حوصله نداشتم. ولی بهتون میگم چه اتفاقی بعدش افتاد. اینجا بلند شدم، یعنی دوربین رو قطع کردم، ادا اطفار چوسی که مثلا خیلی خستم. نه واقعا بچه اینجا خیلی خسته بود. دانیال فقط 30 روز میکشه شلوار خودشو بکشه بالا. هر شب هات داگ دونون میخوره. مثلا اینجاش دیگه نمیدونم زیاده حرف بزنه. اینجا که دیگه دارم صحبت میکنم، حالا اگه اوکی بود برای کپی رایت میذارمش. دیگه خسته داشتم میشدم، یکم داشتم خسته میشدم. این گرسنگی که خیلی سخت بود واسم،
توصیه میکنم انجامش ندین، چون میرین نگاه بکنین تا آخر ویدیو صورتم کلا رنگش عوض میشه، افتاده تر میشه، چولتر میشه. به هیچ عنوان کاری که دارم داخل این ویدیو انجام میدم و تو خونه انجام ندین. قبلش با پزشک تغذیه و مربیتون در میون بذارید. و آناتومی بدن خودمو میشناسم، 2-3 بار لاغر شدم، میدونم چه جوریه و بدنم قوی از نظر سیستم امنیتیش. ولی لطفا این کارا رو سرخود انجام ندین، فشار خونتون میره بالا. بچه 6/11/1403 تمام شد، رفتیم تو هفتم. ساعت نزدیک 2:20 کمه، یعنی 20 دقیقه مونده به 2. سرگیجه دارم، احساس ضعف شدید دارم. میترو هم پاک کردم، فردا باید صبح بلند شم میترو اول ویدیو رو بگیرم چون پاکش کردم دیگه. بریم تا روز هفتم ببینیم چه خبر. اصلا این چالشه میتونم ادامه بدم یا دوستتون دارم. سابیاتون لایک کنین، زنگوله هم فعال بکنین. به عشق خودتون میخوام 30 روز این رژیم و این ورزش رو ادامه بدم، ببینم چقدر میتونم کم کنم. نمیدونم اصلا دانیال کیه؟ نمیشناسم. چندش بچه ما داشتیم تو خیابون یوتیوب میگرفتیم، یا آقای بهمون حمله میکنه و به خاطری که ما داریم فیلم برداری میکنیم و بعد یک مقداری زخمی میشم. مادرم حالش بد میشه وقتی منو میبینه زخم سیری اومدم بیرون و یه مدت طولانی کلا ما ویدیو نگرفتم. اینجا دیگه تو کافه بودم، وقتمو گرفتم که شروع کردم ادامه یوتیوب ادامه دادن، چون اصلا حوصله نداشتم ادامه بدم. مثل این میمونه که من لاغر بشم، با حق جور در میاد، جور در نمیاد دیگه. حالا هم که نمیام باشگاه. بچه جواد یکی از فوت بلاگرهای معروف شهرمون، الکی گفتم مربی باشگاه، کتفش آسیب دیده دیگه، خیلی وقت تمرین نمیکنه، بچه با مرامیه و همیشه منو میبینه یاد پول میفته. حالا جریان این 2 انگشتی که من میماله چیه بچه؟ من هفتگی حساب میکردم، روزانه جلسه حساب میکردم، جلسه باش حساب میکردم. اینجا وزنمو گرفتم، حدودا 92 بود دیگه. بچه خودمو نشون دادم، صورتم یه مقدار آبتر شده. توجه بکنید به ویدیوی روز اول تا الان. تردمیل میرم 30 دقیقه رو شیب 4 و شیب 6 با سرعت 6 نهایتاً 4. حدوداً 100 تا 120 کالری میسوزوندم. اینجا وزنم باز همونه. واقعا یعنی به بزرگترین اشتباه زندگی می چالش تمام دعاغونم کرد. به جهنم، اون دیگه مشکل توه، اون دیگه مشکل توه. چند وقته اصلا شیرینی نمیده، نه نویزای میده، نه دونونی میده، نه همبری میده، نه هاتداگی میده. همش میگه رژیمم رژیمم رژیمم. یا این دوربین عکس میگیره اصلا. اینجا جلو بازو دارم میزنم 3 تا 12 تا. میبینید هیکلم یه مقداری دم کرده نسبت به روز اول که دارید میبینید. تردمیلم دیگه روز آخر خیلی هیت و تردمیل و چیزا رو اضافه میکردم چون خیلی خسته شده بودم و تایم آنچنانی نداشتم. بچه من یه حقیقتی هم بهتون بگم، یکم تغییر کرده ولی نمیدونم وزنش چقدر شده. همچنان تردمیل و هیتمو خیلی زیاد کرده بودم و در روز یه دونه قبل باشگاه و یه دونه بعد باشگاه، یعنی یه 30 دقیقه قبل باشگاه میرفتم، یه 30 دقیقه هم بعد باشگاه میرفتم که دیگه سری به نتیجه بزنم، یعنی روز 1 ساعت. اینم جواد خوشقلبمونه، مربی باشگاه که من پول شهریه‌شو هفتگی میدادم. جلسه هم 70 بود با تردمیل 80. اصلا همین که بهم گفت علاقم بهش بیشتر شد، بیشتر دوستش دارم. اینجا هم دقیقه میکنه. آقا ممنون لطف کرد. بچه یه حقیقتی رو باید بهتون بگم، چون یه مدتی آسیب دیده بودم سر دعوا و حوصله نداشتم، زیاد آنچنان ورزش نمی‌کردم، فیلم برداری نمی‌کردم. خب بچه بریم برای راز این دمنوشی که بهتون گفتم. نصف قاشق غذاخوری زردچوبه، 1 قاشق غذاخوری زنجبیل، نصف قاشق
غذاخوری فلفل سیان، نصف قاشق غذاخوری هم دارچین. میذارید 5 دقیقه کامل بجوشه کامل، بعد اصافی ردش میکنید و نوش جون میکنید. 10 روز استفاده کنید کافیه. اینجا هم 3 تا 35 تا میرفتم، روز آخر 5 تا اضافه کردم به هر ستی و دیگه میم به اون حجم میزانی رسیده بودم و فقط میخواستم تموم بشه. یعنی جوری بود دیگه روزای آخر زیاد خودمو وزن نمیکردم، فقط میخواستم تمومش بکنم، به اون عدد برسه و جمعش بکنم. دیگه اینجا فکر کنم 12 اسمم بوده. بچه طول کشید، خیلی طول کشید، برای همین یک مقدار توی 1 ماه نشد، ولی یه 12-13 روز بعدش تونستم. یعنی 1 ماه و 12 روز. به جون وقت نداریم. پنجشنبه جمعه رو اگه حساب نکنیم، باز خودم هم تردمیل، میگم خیلی دیگه روزای آخر کیتو زیاد میکردم، تردمیل، هوازی، خیکس عرق، اینا همش عرق الان رو خودم رو میبینی؟ تمام عرق کرده بودم. اینجا هم دیگه مرحله نهایی. ماشاءالله. ریزش 20 کیلویی. و وزن نهایی حدود 83 بچه ها رسیدم توی 1 ماه و 12 روز. جمعه که حساب نکنی حدوداً 8 روز بعد از. خیلی سر این چالش اذیت شدم. ممنون میشم ساب کنید، زنگوله رو فعال بکنید، یه لایک و یه کامنت قشنگم برام بذارید. دوستتون دارم. خداحافظ.